به یه ویدیو دیگه بچه ها. امروز اومدیم با روبلاکس بچه ها. میگم با وی پی ان ترنت بچه آقا ترنت. ولی آقا ببینید این بازی که الان میخوایم بریم اینطوری که من یکم اینجا رفتم باید به دریل بزنیم. بعد آقا لازم با دریل بزنیم. آقا لازم آقا سلام بچه ها. ببینید الان که دیدم صدرا دوستم اومد تو بازی. آقا این صدرا بچه ها آقا داشتم میگفتم لفت نمیدونم کجا رو باید ببینید. آره دیگه بازی از این قراره باید بریم کنده کاری کنیم. آدم کنده کاری اوتو درایی نداره. نه ماشالله خیلی چیزه. آقا ما میریم یکم پول جمع کنیم الان برمیگردیم. آقا بچه ها میخواستم این فکراتو بگم بذار الان قاطی کنم. من کانال یوتیوب زده بودم ولی موقع هنو بلد نبودم. ماشاءالله آقا داشتاما یکم کمک میکرد. قبلا من بلدم کانال بعد اگه بلد نبودم داشتاما واسه زحمت کشید به کانال اسمش هم همونه مهراد ناصر. هیچ فرقی نداره بچه ها. اول این بچه ها چند تا ویدیو شورت توش گذاشتم. بچه ها خواستم بگم شاید این ویدیویی که الان دارید میبینید شاید اول تو آپارات باشه شاید هم اول تو یوتیوب باشه. آقا بچه ها اگه پارت 2 رو میخوایی لایک و ساب کنید. باشه الان من چیزی باید برم بالا. ها اینطوری باید برم بالا. آقا بچه شارژ ما یه دونه دریل جدید میکنم. بله من داشت دریل حالت خوبه. یا علی چقدر بچه دوباره مشکل نت. بچه من مشکل خودم بود. بازی درست بوده واقعا لگ داره. با این روبلاکس از مقادم مفهم. آقا چه این پت داره. بله بچه از این بازیه که رو مخونده یه چیز خوب یک چیز ببینم از خوب حالا بد نداره. چیز اپیکی اپیک ببینیم. وای با یه چیز خوب بده دیگه ناموسه. حالا بچه ما با همینه بوده بودم زدم بزنیم نه بچه صدا رو دقت کنیم. صدا دریل این واقعی یا کیکه. بچه های ویدیوش اتاق رو ببینیم و ساب کنید یکی برسیم بلن که نزدیک یکی آقا. یه دریل جدید بچه ها همین با من انقدر بده و این شادی بچه ها اینو میخوام این چیزیز خودم دو تا سوخ بشه. نه میخوام بعدم چند میگه بابا یا حلی بچه ها ما یکم دیاریم بکنیم. بچه این دیگه خیلی خفنه. یالا دریلمون خیلی بکنم جوره سری جور بکنم بچه. بله اصلا بذار در بیان ما همین بلم کنم یه چارکه یه چارکه دیگه و دریلی شوک بسورا من اینو نداشته باشم با چی میکنم نه من چی ندارم چه قیافش که فیش نکنم درست ازایی باشه. حالا بریم ببینیم میتونم اون چیز پینک بکنم. آره همین بکنم بنازم
داره درو میکنه. که ما پول نمیدیم. بله شما الان میتونی بریم پته اصلا یه ایده میاد چند سری بودو خب الان میتونی بدو زمین چند تا بابا اینجا فعلا که انکله بچه یه چیز خوب بالا بد بچه ها به خدا شانس نه بد نیست ببینیم چقدر اون پول میده پول 27 که آن 26 که بود چه فرق بچه ها فکرم بعد این بیدو فکر کنم خیلی شبیه بیدو این شبیه چی میده؟ ماگی موبلاک میده این رفت به مانکرافت داره برسه بدراک برس بچه این بدراک بچه ببینید نوشته بدراک بدی که راک شد من تا اینجا رو کنیم خب دریل عدی چند خب دریل ولی فران کفه نمیشه رو پت خفم بگیرم یه پولی برای بابا چرا هم یه چی چرت و پرت میده چی بدترش نه خوب بود ریل داد یه بچه این وشق شما بچه شانستون خیلی خوب گفتم وشق شما یو بچه اون دمتون گرم نه آقا نمیخواستم برم چقدر پول میکنم بر 45 کردم باید فرق میکنم اگه ماسته بکنم استم نه چی بچه اگه دقت کرده باشید اولی که اومدم بکنم اینجا نوشت بدراک نستم این دیگه دیرت بچه نام کنیم دیرت دیرت تو مانکرافت ولی حالا نمیام همش رفت تو مانکرافت بعد دیرت خودتون دونید بابایم چی الان اسم نه میراد میخوای تو دنیا کیک بگیر سلام بچه خوب هستید نکردم به خدا نچید بچه دروید انا دروید اصلا تو واقعیت اگر نمیدونم ولی تو مانکرافت الان بعد این بعد چیه؟ پینک کوارتز بچه کوارتز تو دنیا واقعی نیست بچه کن پول دریل بعدی بله چند دریل داریم؟ بله سولا فصل دوی چیزیش داریم؟ نه با لایک کنم چی نکنم بچه کجا این فصل دو داره از کجا باید بریم فصل دو من چی نمیم حالا اینو بعدی خریدن حالا باید بریم بچه داریم بریم واسه بدراک نمیشه سند آقا چه نمیشه سند یعنی چی آقا بچه ما بازی بود زدیم بچه اینجا وصله چی؟
90K باشد. بچه اگه سمت راست تصویر رو روبلاکس داشته باشید، ما الان بعد این دیگه بدراگه دیگه یاده سب کن. من تا نفهمم فصل 2 این کجا دست بازه نیستم. خیلی نمیشه یعنی بازی به این خشک و خالی 75,000 باشه چیزی خبر نمید. بچه مثل این که تو این پارت راحت میتونیم تمومش کنیم. آقا لایک کنید، لایک کنید. خب بچه خودش میزنه که باید بریم فصل بعدی. بچه اگه از این گیم مود خوشتون میاد لایک و ساب کنید تا از این گیم مود بیشتر هاتون میاد. بچه میبینید فتا 10 میلیون بود. بابا عرضونش بابا سرعت رو دارید. فقط بریم سراغ پیوت. وست شد من خیلی منطقی. سب کجا زدم؟ نه کجا زدم این سیتی؟ موزیک در میگه یه پت خفن میکنیم و یه دونه مثلا یه میلیون بگیم یه میکنیم بکن نگه الان VPN خریدم. ببینید کسایی که مثلا میبینید الان دارم میرم روبلاکس یه نت گوشی همراه اول میاره با ایرانسل نمیاره. نمیدونم چرا، یا با VPN میاره. نه خریدم VPN عالی، VPN جامپ بچه به نظرم VPN جامپ واسه روبلاکس خوبه، واقعا واسه یوتیوب هم خیلی خوبه. خب بدترین چیز یه جوری میشه گفتم. بریم بچه من از فاصله دور میبینید. چرا انقدر این بزرگتره؟ یه سوال. من نمیخوام ادامه اینو برم. من اینجا برم 180 تا 180 کی. یا علی بچه ها کار رو در آوردیم. سلام بچه خوب هستید؟ نوکت به مولا نوکت بمار نکی. این دریل بعدی چنده؟ نه ناموسا چنده؟ 50 میلیون. خب مشتی 50 میلیون. چون باید واقعا بازی خوشم نگم. خیلی چرت سوی علکی ولی یکم میخوری. اشون الان بریم پایین چی میشه؟ نه واقعا چی میشه بریم پایین؟ آقا یه بار میرم میخوایم بریم پایین ببینیم چی میشه. بچه ها چندم مثلا با یکی وین. نمیدونم الان این وینه به چه دردم میخوره. هیچ نمیدونم به چه دردم میخوره. چه دردم چی شد؟ میشه نفهمم اصلا چی شد. چه بکنم این شاید این چه فکر نکنم اصلا فایده ای اصلا الان اینجا تاثیر داره. این VIP الان یه دونه وین به چه دردم میخوره داره چکار میتونم باش کنم؟ یه توشه ولی کن باشه خب نمیدونم چه کاریه باید چی کار کنم. خیلی
علکی بود بازی خوشم نیومد ازش. بچه‌ها اگه دوست دارید ویدیوهای بیشتر از روبلاکس بذارم سابسکرایب کن تا یه ویدیو دیگه. فعلا بای بای.